بچه ها سلام به این ویدیو خوش اومدید. دوستان توی ویدیو قبلی ما موتور رو دستمال کشیدیم، تمیزش کردیم، ببینید خاک میگیره. خب و امروز و فردا باید برم یه کنونی حتی چیتای از شیرن تریلان زنم به اینجا در باکشون به اینجا هرگونه بخرم شاید یه جفت کنم واسه جلو تنگی بگیرم و این موتور رو هم دیگه با هم پاسداریش میکنیم و درستش میکنیم. این رفته بود اینجا خوب بود دیدم داشتم. خب همین دیگه تا دو سه روز دیگه ویدیو موتور سواری خوبم. فقط الان شنبه همون سه چهارشنبه شاید یک شنبه شاید فردا شاید پس فردا ویدیو خفن رو براتون میذارم. خب دیگه چی بگم، ویدیو رو پاس میکنم، چنل من رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید دوستان عزیز. خداحافظ.